یک بار دیگه توضیح میدم در مورد این مطلب. ببینید وقتی که ما اندازه میگیریم، اندازه این دیوار وقتی که از نصف کل این دیوار ما کوچیکتر باشه، ما برای اندازه گیری داخل پلانمون نمیاریم. یعنی اگر الان این دیواریم، اندازه این دیوار از نصف این دیوار کوچیکتر هستش، پس ما میایم برای مرکزگیری این نقاطو در نظر میگیریم برای کشیدن و به دست آوردن مرکز ما. اما اگر الان این حالا فرض میکنیم این نمادینی و درسته و این دیوار از نصف این دیوار اندازش بیشتره و ما میایم اینو داخل پلانمون میاریم و نقاط مرکزگیریمون رو اینجا قرار میدیم دوست من.